آستیاک خواب دید که از بدن دخترش ماندانا اونقدر آب خارج شد که کشور ماد همدان و تموم آسیا رو غرق کرد. اون از معبران خواست تا خوابش رو تعبیر کنن. اونا گفتن دخترت فرزندی به دنیا خواهد آورد که بر ماد غلبه خواهد کرد. آستیاک دخترش رو به همسری کمبوجه اول در آورد. چند وقت بعد فرزند ماندانا به دنیا آمد. آستیاک خواب دید که تاکی از بدن دخترش روید که سایش کل آسیا رو گرفت. پس نگران شد و دستور داد نوش رو ببرن و نابود کنن. هارپاک از ترس پادشاه نوزادو به چوپانی سپرد تا اونو بکشه. چوپان نوزادو به خونه برد و از همسرش که تازه فرزندش رو از دست داده بود خواهش کرد تا نوزادو نگه داره. این کودک همون کوروش بزرگ بود و هیچ وقت